با درود. مجید مسلح هستم. در رابطه با تغییرات در یک واحد شیمیایی که بخار مورد نیاز خودش رو از لوله‌های کارگذاشته شده در زیر خاک تامین میکنه، از اونجایی که این لوله‌های قدیمی که عایق کاری نشدن و عمرشون هم رو به اتمامه، تیم مهندسی تصمیم گرفته که از لوله‌های جدیدی که عایق کاری میشن و در فضای باز قرار میگیرن استفاده کنه. مهندس فرآیند که مسئولیت محاسبات این طرح رو به عهده داره، بایستی برآوردی از ضخامت عایق مورد نیاز برای سیستم جدید رو داشته باشه. تیم مهندسی با این چالش روبرو میشه که با چه معیار و فرض‌هایی با استفاده از این مدل ریاضی و البته ساده‌سازی‌های لازم میشه ضخامت عایق رو محاسبه کرد. مسلماً برای برآورد ضخامت عایق لازمه که میزان اتلاف حرارت از لوله‌ها مشخص باشه که نیست، ولی مهندس طرح به تجربه آموخته که طراحی هر فرآیند بایستی بر مبنای شرایط نامتعارف و یا غیر عادی باشه، یعنی زمانی که سیستم میتونه تحت بارهای اضافی و غیر منتظره قرار بگیره. به این مفهوم که در بدترین حالت ممکن اتلاف حرارت از لوله‌های جدید مجهز به عایق با لوله‌های قدیمی زیر خاکی بدون عایق یکسان فرض بشه. در واقع با دست بالا گرفتن اتلاف حرارتی میشه اطمینان حاصل کرد که ضخامت عایقی که بر این مبنا محاسبه میشه تضمین کننده کارکرد سیستم تحت هر شرایطی. چرا که در محاسبه هزینه‌های این طرح خود عایق زیاد هزینه بر نیست، بلکه هزینه اصلی عایق کاری خود لوله هاست. بنابراین با اضافه گرفتن چند سانتی متر از ضخامت عایق هزینه ها تغییر چندانی نخواهند کرد. در سیستم قدیمی لوله با شعاع خارجی معلوم و طول داده شده در عمق مشخصی از سطح زمین که بخار اشباع در دمای معلومی رو منتقل میکنه کار گذاشته شده. از اونجایی در لوله انتقال بخار اشباع جریان داره، فرض معقولیه اگه درجه حرارت در تمامی طول و همچنین سطح خارجی اون یکسان و برابر با همون دمای بخار اشباع در نظر گرفته بشه. البته با این فرض از مقاومت حرارتی ضخامت لوله صرف نظر شده. به دلیل پایین بودن دمای سطح زمین که مسطح فرض میشه و دارای دمای مشخصیه، مقداری حرارت از سطح لوله که دارای دمای یکسانیه به خاک با ضریب هدایت حرارتی داده شده منتقل میشه. فرض میشه لایه خاک در هر جهتی ترکیب و فرم یکسانی داره و دمای اون در فاصله های بسیار دور از سطح لوله همون دمای سطح زمین باشه. هدف نهایی این مسئله محاسبه ضخامت عایق مورد نیاز برای سیستم جدید گرماییه و صورت مسئله در قالب پرسش‌هایی دانشجو رو گام به گام واسه محاسبه ضخامت عایق راهنمایی میکنه.
برای محاسبه حرارت تلف شده از دیواره لوله به لایه خاک اطراف لازمه که توزیع درجه حرارت در لایه خاک مشخص باشه. از اونجایی که حرارت از سطح لوله به لایه خاک در دو جهت منتقل میشه، با در نظر گرفتن یک المان کوچیک از لایه خاک به عنوان المان حجم کنترل به ابعاد دلتای x در فاصله x و x به علاوه دلتای x از سطح زمین و دلتای y در فاصله y و y به علاوه دلتای y و با ضخامتی معادل طول لوله، موازنه انرژی برای المان حجم کنترل با توجه به اینکه گرما در المان حجم کنترل نه تولید میشه و نه به مصرف میرسه و علاوه بر اون با یک سیستم پیوسته سر و کار داریم، به فرم ساده‌ای تبدیل میشه. حرارت به طریقه هدایت در جهت x از سطحی که عرض اون دلتا وایه به المان حجم کنترل وارد و سمت دیگه خارج میشه. همینطور گرما به روشی مشابه در جهت y از سطحی که طول اون دلتا x وارد المان حجم کنترل و سمت دیگه اون خارج میشه. در این صورت موازنه انرژی برای المان حجم کنترل به صورت مقدار حرارتی که به طریقه هدایت در دو جهت x و y وارد المان حجم کنترل میشه به دلیل پیوستگی شار انتقال حرارت بایستی برابر با مقدار گرمایی باشه که المان رو از سمت دیگه ترک میکنه. با قرار دادن روابط انتقال گرما و با تقسیم معادله موازنه انرژی بر دلتا x ضرب در دلتای y و با میل دادن دلتای x و دلتای y هر دو به سمت صفر و با عبور از فاز گسستگی و ورود به فاز پیوستگی بر طبق تعاریف در حساب دیفرانسیل به معادله دیفرانسیل جزئی میرسیم که در واقع معادله لاپلاس و شکل پیوسته معادله انرژی رو نشون میده. برای تعیین شرایط مرزی از اونجایی که توزیع درجه حرارت در لایه خاک اطراف لوله نسبت به محور عمودی متقارنه، شرایط مرزی معادله دیفرانسیل فقط برای مقادیر مثبت y در نظر گرفته میشه. شرط مرزی اول مربوط به دمای لایه خاک در سطح زمین. در اینجا واسه اینکه تاکید کنیم که انتقال حرارت فقط بین دو منبع، یکی منبع گرم با دمای TS و یکی از منبع سرد با دمای T0 صورت میگیره، درجه حرارت در لایه خاک در نقاط بسیار دور از سطح لوله در هر دو جهت X و Y همون دمای سطح زمینه. شرط مرزی در سطح لوله گویای اینه که دمای سطح خارجی لوله در تمامی طول خودش ثابت و یکسان و برابر با دمای بخار اشباعه و شرط مرزی آخر هم همینطور گفتیم مربوط به تقارن محوری توزیع درجه حرارت در لایه خاک اطراف لوله نسبت به اون بخشی از محور عمودی که خارج از لوله واقع شده، چرا که نایه خاک که انتقال حرارت در اون صورت میگیره درون لوله رو شامل نمیشه. در معادله دیفرانسیل لاپلاس هیچ پارامتری نیست، ولی در شرایط مرزی پارامترهایی مثل دمای سطح زمین و همینطور درجه حرارت سطح لوله ظاهر میشن که واسه سادگی در حل معادله دیفرانسیل بهتره با یک تغییر متغیر خطی شرایط مرزی رو به شکل ساده‌تری تبدیل کنیم. هرچند که این معادله دیفرانسیل جزئی که مرتبه دومه خطیه، ولی امکان استفاده از روش جداسازی متغیرها فراهم نیست، چرا که شرایط مرزی محدود در یک بازه نیست. یعنی یک مسئله مقدار مرزی در هیچ کدوم از جهت‌های x و y نداریم. واسه حل این معادله دیفرانسیل با شرایط مرزی خاصی که داره چند تکنیک وجود داره. یکی از این روش‌ها انتقال متغیرها از مختصات دکارتی به یک فضای دیگه که بشه در اون صفحه مختصات معادله دیفرانسیل رو با روش جداسازی متغیرها حل کرد. یعنی به دنبال تغییر متغیرهایی هستیم که بازه‌های نیمه بینایت x و y در مختصات دکارتی رو به یک بازه محدود منتقل کنیم تا یک مسئله مقدار مرزی داشته باشیم. از مبحث انتقال حرارت میدونیم که لوله‌ای که عایق کاری شده و دارای سطوحی با دمای ثابتیه، از اونجایی که راستای انتقال گرما یک بعدی و فقط در جهت شعاعیه، بر طبق قانون هدایت فوریه شدت انتقال حرارت برابر با حاصل ضرب سطح انتقال حرارت در ضریب هدایت حرارتی عایق و همینطور گرادیان دماست.
گرایان دما هم اختلاف دمای دو سمت عایق به طول مسیر نفوذ گرما و یا ضخامت عایقه. از اونجایی که سطح انتقال حرارت در جهت نفوذ متغیره، از میانگین اون که در مختصات استوانه‌ای میانگین لوگاریتمی استفاده شده. بنابراین محاسبه شدت انتقال حرارت در یک محیط ایزوتروپیک و یا یک دست کار پیچیده‌ای نیست. با توجه به منظم بودن هندسه محیط انتقال، در این حالت سطوح هم پتانسیل و یا همون ایزوترم ها که دوایر هم مرکزی هستند نسبت به خطوط جریان که همون جهت انتقال حرارته و خطوطی هستند که از مرکز میگذرند متعامدند. البته با توجه به اینکه جهت انتقال حرارت برداریه که متناسب با گرادیان درجه حرارته، انتظار هم میره که بر طبق تعریف و مفهوم گرادیان در حساب دیفرانسیل، سطوح دما ثابت و خطوط جریان همدیگه رو با زاویه 90 درجه قطع کنند. برای لوله گرمایی که در زیر زمین دفن شده، از اونجایی که انتقال گرما از لوله به خاک اطراف در یک نایه نیمه بینایت شکل میگیره و یک بعدی نیست، مسئله کمی پیچیده است. در این حالت ایزوترم ها نمیتونن دوایر هم مرکز باشن و همینطور خطوط جریان دیگه خط راست نیستن. در اینجا این ایده شکل میگیره که آیا سیستم محورهای مختصات متعامدی وجود داره که با انتقال سیستم دکارتی در اون مختصات جدید انتقال حرارت در یک بعد صورت میگیره و ایزوترم ها و خطوط جریان که همواره متعامدن فقط در یک بعد گسترش پیدا کنن؟ از ریاضیات مقدماتی میدونیم که در سیستم مختصات قطبی هر نقطه در صفحه مختصات میشه با فاصله اون از مرکز و زاویه‌ای که با محور افقی در جهت مثبت میسازه، یعنی دو مختصه متعامد شعاعی و تانژانتی مشخص کرد و با داشتن مختصات قطبی یک نقطه، مختصات اون نقطه در سیستم دکارتی هم معلومه. برتری کار با یک سیستم مختصات متعامد قطبی در اینه که هر دایره‌ای با مرکزیت مبدأ در مختصات دکارتی که با یک معادله درجه دوم مشخص میشه، در مختصات قطبی دارای مختصه شعاعی ثابتیه. تبدیل یک دایره از یک سیستم محورهای مختصات به یک خط راست در سیستم دیگه خیلی از محاسبات در پدیده‌های انتقال رو از فضای دو بعدی به فضای یک بعدی ساده میکنه و علاوه بر اون هر خط راستی که در سیستم دکارتی از مرکز مختصات میگذره دارای مختصه تانژانتی ثابتی میشه. البته دایره‌هایی با مرکزیت مبدأ مختصات به یک خط افقی در سیستم محورهای قطبی تبدیل میشن، ولی واسه دایره‌هایی که مرکز اونا مبدأ مختصات نباشه، مختصات قطبی دیگه برتری خاصی نداره. در اینجا این پرسش پیش میاد که میشه سیستم محورهای مختصاتی رو پیدا کرد که دایره‌ای که مرکز اون مبدأ نیست و روی محور افقی واقع شده باز هم تبدیل به یک خط راست بشه؟ سیستم مختصات جدید برخلاف سیستم ساده قطبی بر اساس دو قطب و یا دو مرکز پایه‌گذاری شده. در این سیستم موقعیت هر نقطه‌ای در صفحه مختصات دکارتی با فاصله اون از دو قطب و یا کانون مشخص میشه. یعنی اگه مختصات دکارتی یک نقطه معلوم باشه، با استفاده از رابطه فیثاغورس در هر مثلث که R1 و R2 وتر اوناست، شعاعهای اون نقطه از دو کانون هم مشخصه. واسه پیدا کردن تبدیل معکوس با کم کردن این دو معادل از هم و با حذف مختصه ارضی، مختصه طولی اون نقطه با کمی عملیات جبری به دست میاد و با قرار دادن مختصه طولی در یکی از معادلات، مختصه ارضی نقطه مشخص میشه. همینطور که کاملا معلومه مختصه طولی فرم مناسبی داره، ولی مختصه ارضی خیلی پیچیده است. بنابراین مختصات شعاعی یعنی R1 و R2 علاوه بر این که متعامد نیستن، انتخاب مناسبی هم نیست. واسه رفع این دو مشکل، اگه یکی از مختصات و زاویه بین این دو شعاع در نظر بگیریم، در این صورت با توجه به زوایایی که این دو شعاع با محور افقی در تشابه با مختصات قطبی میسازن، رابطه اونا با زاویه بین دو شعاع به دست میاد. البته این زاویه مفهوم دیگه‌ای هم داره
که به این موضوع در ادامه اشاره خواهیم کرد. از اونجایی که شیب این دو شعاع معلومه، با استفاده از رابطه تانژانت تفاضل دو زاویه میشه به رابطه مختصه جدید با مختصات دکارتی هر نقطه در صفحه رسید. بنابراین در سیستم محورهای مختصات جدید که به مختصات دو قطبی معروفه، رابطه بین مؤلفه اول با مختصات دکارتی مشخص میشه. واسه کامل کردن دستگاه محورهای مختصات هنوز به یک مؤلفه دیگه نیاز داریم. مؤلفه دوم رو بایستی طوری انتخاب کرد که اولا یک دستگاه محورهای مختصات متعامد رو تشکیل بده، ثانیا مثل مؤلفه اول به رابطه مشابهی منجر بشه. از این نظر با استفاده از رابطه قبلی که بین مختصه X و مختصات R1 و R2 به دست آوردیم، میشه این رابطه رو با فاکتورگیری و کمی عملیات جبری و با استفاده از رابطه کوسینوس ها در هر مثلث برای محاسبه فاصله کانونی به کار ببریم. با کمی عملیات جبری و کوتاه کردن صورت و مخرج کسر و با کمی ساده سازی در این مرحله اگه مختصه دومو که به دنبالشیم به گونه انتخاب کنیم که نسبت بین دو شعاع یک تابع نمایی بشه، در این صورت و مخرج عبارتی برای x به دست آوردیم به صورت توابع حضنودی ظاهر میشن و فرم بسیار ساده‌ای به خودشون میگیرن و به جای اینکه x رو به صورت تابعی از مختصات R1 و R2 داشته باشیم، به صورت تابعی از مختصات جدید U و V خواهیم داشت که در اون مختصه دوم در رابطه با نسبت لگاریتم دو شعاع و با قرار دادن روابط بین دو شعاع با مختصات دکارتی، رابطه بین مختصه دوم و مختصات دکارتی به دست میاد. در این مرحله سعی داریم که این مختصه رو به فرمی شبیه به مختصه اول در بیاریم. از این نظر با استفاده از رابطه بین تابع معکوس کوتانژانت هایپربول و تابع لوگاریتمی که از ریاضیات مقدماتی میدونیم، با کمی عملیات جبری به رابطه جدیدی برای مختصه دوم میرسیم که بسیار شبیه به رابطه مختصه اوله. در ادامه به این مطلب خواهیم پرداخت که این سیستم انتخابی محورهای مختصات متعامد هم هست، به این معنا که منحنی‌های وی ثابت و یو ثابت در صفحه مختصات دکارتی همدیگه رو با زاویه 90 درجه قطع میکنن، درست مثل ایزوترم ها و خطوط جریان که متعامدن. البته در پایان این ویدیو به این موضوع برخواهیم گشت و خواهیم گفت که این انتخاب سیستم محورهای مختصات جدید به هیچ وجه تصادفی نیست، بلکه در ارتباط مستقیم با خطوط جریان و ایزوترم هاست. به همین شیوهی که مختصه X رو به صورت تابعی از مختصات جدید به دست آوردیم، میشه مختصه Y رو هم با کمی عملیات جبری به صورت تابعی از مختصات جدید تعیین کرد و همینطور معکوس این تبدیل رو به دست آورد. البته عملیات جبری برای رسیدن به این تبدیل و معکوس اونا کار پیچیده‌ای نیست و من واسه اینکه این ویدیو طولانی نشه اینو به عنوان یک تمرین به شما واگذار میکنم. واسه اینکه تصویری از مختصات جدید در سیستم دکارتی داشته باشیم و متعامد بودن اونا رو نشون بدیم، با استفاده از تبدیل معکوس میشه معادله اول رو با ضرب طرفین در هم به صورت جدیدی تنظیم کرد. این معادله به ما میگه منحنی‌هایی در مختصات دکارتی دارای یو ثابتی اند دوایری هستند که مرکز اونا روی محور عمودی واقع شده که موقعیت مرکز و شعاع دوایر بستگی به یو داره. البته در ادامه به این مطلب خواهیم رسید که بخشی از این دوایر قابل قبولن. به شیوهی کاملا مشابه اگه معادله دومو با ضرب طرفین کسر به فرم جدیدی مرتب کنیم، به معادله دایره‌ای میرسیم با شعاع معلوم که مرکز اون روی محور افقی واقع شده. بنابراین منحنی‌های وی ثابت هم دوایری هستند که مثل دوایر یو ثابت هم مرکز نیستند و میشه به راحتی نشون داد که دوایر یو ثابت رو در نقطه ملاقات با زاویه 90 درجه قطع میکنند. برای نشون دادن این موضوع در صفحه مختصات دکارتی، منحنی وی برابر با صفر در واقع دایره‌ای به شعاع بینایت در محور افقی منطبق میشه
با افزایش وی شعاع این دوایر کوچکتر و با افزایش بیشتر وی به سمت کانون و یا قطبی در سمت راست قرار داره نزدیک میشن تا اینکه در نهایت با میل کردن وی به سمت بی نهایت به دایره‌ای به شعاع صفر میرسن که در این حالت روی نقطه قطبی سقوط میکنن. البته این دوایر به ازای مقادیر مثبت وی نشون داده شدن. مقادیر منفی وی در واقع تصویر این دوایر نسبت به محور عمودیه. بنابراین بخش مثبت وی دوایری در سمت راست محور عمودی و بخش منفی اون در سمت چپ محور واقع شده. واسه نمایش دوایر یو ثابت، دایره یو برابر است با صفر دارای شعاعی بی‌نهایته که تمام محور افقی رو به جز فاصله بین دو کانون در بر میگیره. با افزایش یو در واقع میشه نشون داد که زاویه خط مماس بر دایره در نقطه قطبی و خود دایره است. شعاع این دوایر با افزایش بیشتر یو کوچکتر میشه. همینطور که از منحنی‌های یو ثابت مشخصه، تمامی این دوایر که مثل دوایر وی ثابت هم مرکز نیستند از نقاط قطبی عبور میکنند تا اینکه با نزدیک شدن یو به عدد پی بر خط واصل بین نقاط قطبی منطبق میشن. همینطور که مشاهده میشه دوایر یو ثابت دایره کاملی مثل دوایر وی ثابت نیستند و کمی پیچیده‌اند، چرا که بخشی از این دوایر که بالای خط واصل بین نقاط قطبی واقع شدن دارای یوی متفاوتی با اون بخشی از همون دایره است که پایین خط واصل بین نقاط قطبی واقع شدن. بنابراین بخشی از این دوایر که بالای محور افقی واقع شدن دارای مقادیر یو بین صفر و پی و بخش دیگه اون دوایر که پایین محور افقی واقع شدن دارای مقادیر یو بین پی و دو پی هست که دقیقاً تصویر دوایر بالا نسبت به محور افقی هست. دوایر بالا و پایین محور افقی هر دو از نقاط قطبی میگذرند. هرچند که تا این لحظه فاصله کانونی و یا همون فاصله بین دو قطب در مختصات دو قطبی هنوز مشخص نشدن، ولی برای تعیین این پارامتر به این موضوع برمیگردیم. همینطور که گفتیم دوایر قرمز رنگ با مرکزیت روی محور افقی در صفحه مختصات دکارتی تبدیل به یک خط راست با وی ثابت در مختصات دو قطبی میشن و این دقیقاً همون تبدیلیه که ما به دنبالش بودیم. چرا که اگه به هندسه مسئله برگردیم، از اونجایی که دایره سطح مقطع لوله در مختصات دکارتی بایستی تبدیل به یک خط راست در مختصات دو قطبی بشه، لازمه که رابطه بین مرکز این دایره و شعاع اون با فاصله کانونی و همینطور ثابت وی مربوط به دایره برقرار باشه. با حل این دستگاه معادلات جبری میتونیم رابطه بین فاصله کانونی و اون ثابت وی که مربوط به دایره سطح مقطع لوله است با کمیت‌های معلوم، یعنی موقعیت مرکز و شعاع دایره به دست بیاریم. بنابراین با انتخاب درست فاصله کانونی دایره سطح مقطع لوله از مختصات دکارتی تبدیل به خط راست V برابر با VR در مختصات دو قطبی میشه. حالا اگه به مسئله اصلی در واقع حل معادله دیفرانسیل جزئی بود برگردیم، خواهیم دید که با این انتقال محورهای مختصات از سیستم دکارتی به مختصات دو قطبی هم به یک مسئله مقدار مرزی میرسیم و هم امکان استفاده از روش جداسازی متغیرها فراهمه. واسه انتقال معادله دیفرانسیل توزیع درجه حرارت در لایه خاک از مختصات دکارتی به مختصات جدید دو قطبی ابتدا مرزهای سیستم منتقل میشن تا برتری مختصات دو قطبی معلوم بشه. در این انتقال بخش مثبت محور افقی در مختصات دکارتی که از صفر تا بی‌نهایت گسترش پیدا کرده به محور افقی در مختصات دو قطبی در فاصله محدود صفر تا پی منتقل میشه. سطح لوله در مختصات دکارتی یک دایره است به یک خط موازی با محور افقی با وی ثابت که بستگی به شعاع دایره و عمق دفن لوله داره تبدیل میشه. اون بخشی از محور عمودی که بالای لوله واقع شده در صفحه مختصات جدید به خط عمودی یو برابر با پی و بخش دیگه که پایین لوله قرار داره
و تا بینایت امتداد یافته به محور وی در یک بازه محدود منتقل میشه. بنابراین با این تبدیل از مختصات دکارتی به مختصات دو قطبی، ناحیه انتقال حرارت و تغییرات دما از یک منطقه نیمه بینایت به یک ناحیه محدود مستطیلی شکل منتقل میشه. در این حالت نه تنها شرایط مرزی محدود به یک بازه خواهند بود، بلکه در پایان این ویدیو نشون میدیم که مسئله انتقال حرارت از لوله به خاک اطراف از یک فضای دو بعدی به یک فضای یک بعدی کاهش پیدا میکنه. با تبدیل مرزهای سیستم، درجه حرارت در سطوح بالایی و پایینی که در واقع دمای سطح لوله انتقال بخار و سطح زمینه مشخص میشه. برای تعیین شرایط مرزی در دو سمت دیگه و همینطور معادل دیفرانسیل تغییرات درجه حرارت میشه نشون داد که در تبدیل لاپلاسیان و یا همون اپراتور لاپلاس از مختصات دکارتی به مختصات دو قطبی تغییری در اون حاصل نمیشه و فقط مقیاس این تبدیل با یک ضریب عوض میشه و در نتیجه معادل دیفرانسیل توزیع درجه حرارت در مختصات جدید بدون تغییر باقی میمونه. همینطور میشه نشون داد که بردار گرادیان دما هم در این تبدیل فرم خودش رو در مختصات جدید حفظ میکنه و فقط مقیاسش با همون ضریب عوض میشه و در نتیجه شرایط مرزی در دو سمت دیگه در مختصات جدید بدون تغییر باقی میمونه. در اینجا واسه پرهیز از طولانی شدن این ویدیو به این تبدیلات نمیپردازیم و تنها به نتیجه این تبدیلات اکتفا میکنیم و در نتیجه معادل دیفرانسیل لاپلاس همراه با شرایط مرزی از مختصات دکارتی به مختصات دو قطبی بدون تغییر منتقل میشه. از اونجایی که معادل دیفرانسیل توزیع درجه حرارت خطیه، همگنه، محدود در یک بازه است، یعنی یک مسئله مقدار مرزیه و همینطور با شرایط مرزی همگن و مجزا در جهت یوه میشه روش جداسازی متغیرها رو برای حل اون به کار برد. اگه حتی یکی از این شروطی که بهش اشاره کردیم برقرار نباشه، امکان استفاده از این روش برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی وجود نداره. در این روش جواب معادله دیفرانسیل به صورت حاصل ضرب دو تابع غیر صفر مجزا که هر کدوم تابعی از فقط یکی از دو متغیر مستقل در معادله دیفرانسیل جزئیه در نظر گرفته میشه. البته علاوه بر غیر صفر بودن توابع، لازمه که این توابع دست کم دو بار مشتق پذیر باشن. با قرار دادن این حل در معادله دیفرانسیل جزئی به رابطه ای از توابع و مشتقات مرتبه دوم اونا میرسیم. با توجه به اینکه این توابع غیر صفرن، با تقسیم طرفین این رابطه بر حاصل ضرب این توابع و جداسازی اونا، از اونجایی که سمت راست معادله تابعی از فقط یکی از متغیرهای مستقل و سمت چپ معادله تابعی از متغیر مستقل دیگه است، در صورت این تساوی برقرار میمونه که هر دو سمت معادله برابر با مقدار ثابتی بشن. همینطور که مشخصه، روش جداسازی متغیرها اسمشو از این میگیره که معادل دیفرانسیل جزئی بدون معادل دیفرانسیل معمولی از هر یک از متغیرهای مستقل کاهش پیدا میکنه که توسط عدد حقیقی لامدا یعنی ثابت جدایی از هم تفکیک میشه. این ثابت جدایی مفهوم خاصی در ریاضیات داره. در اینجا قبل از اینکه به اون بپردازیم یک گریزی میزنیم به تئوری شتورم لیوویل و توابع متعامد که از ویدیوهای قبلی گرفته شده. روش جداسازی متغیرها برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی همواره منجر به تشکیل یک فرم کلی از معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم میشه که به مسائل شتورم لیوویل معروفه. معادلات دیفرانسیل شتورم لیوویل مجهز به شرایط مرزی شتورم و یا مجزا هستند. شرایط مرزی جدا به این مفهومه که هر شرط مرزی مربوط به یکی از نقاط بازه در دامنه تعریفه. پس هر معادل دیفرانسیل مرتبه دومی که بشه اونو به فرم معادل دیفرانسیل شتورم لیوویل با شرایط مرزی مجزا به همگن نوشت، یک مسئله شتورم لیوویله که همگی دارای یک سری خواص مشترکن که البته در ادامه به تک تک اونا خواهیم پرداخت.
در این معادله دیفرانسیل توابع پی آر و همینطور تابع وزن دابلی که البته به اهمیت اون در ادامه پی خواهیم برد بایستی دارای یک سری شرایط خاصی مثل پیوستگی و مشتق پذیری باشند که این شرایط معمولا در مسائل عملی همواره برقراره. پارامتر حقیقی لامدا در این معادله دیفرانسیل مقدار ویژه نام داره و مفهومش اینه که معادله دیفرانسیل اشترامیوبی با شرایط مرزی همگن مجزا نمیتونه به ازای هر مقدار دلخواهی از این پارامتر دارای جواب باشه، بلکه فقط به ازای مقادیر مخصوص و خاصی از پارامتر لامدا دارای جواب غیر صفره. در این صورت به ازای هر یک از این مقادیر خاص و یا ویژه فقط و فقط یک حل خاص و یا یک تابع ویژه مخالف صفر برای معادله دیفرانسیل وجود داره که هم در معادله دیفرانسیل صدق میکنه و هم شرایط مرزی رو قانع میکنه. در مفهوم ریاضی معادله دیفرانسیل اشترامیوبی با شرایط مرزی همگن مجزا یک مسئله مقدار ویژه است، چرا که اگه این معادله رو به فرم جدیدی بنویسیم در این صورت با تعریف یک اپراتور ریاضی مثل اپراتور دی بر طبق تعریف در جبر خطی خوب یادمونه به یک مسئله مقدار ویژه میرسیم. یعنی اینکه نگاشت خطی اپراتور دی روی تابع وای که دو بار مشتق پذیره از جنس همون تابع است، یعنی عملکرد اپراتور دی روی تابع وای تغییری در شکل و فرم تابع ایجاد نمیکنه و تصویر وای با این تبدیل روی خودش میفته، فقط با این تفاوت که اندازه تابع لامدا برابر کوچیک و یا بزرگ میشه. در واقع در این نگاشت خطی به دنبال تابع و یا توابع خاص هستیم که در نتیجه این تبدیل به نسبت خاصی فشرده و یا کشیده میشن. در این صورت اون نسبت خاص و یا همون لامدا که یک عدد حقیقیه یک مقدار ویژه برای اپراتور دی و تابع غیر صفر وای تابع ویژه مربوط به اون مقدار ویژه است. به عنوان مثال واسه یک اپراتور ریاضی مثل اپراتور دیفرانسیل تابع خاصی وجود داره که نگاشت خطی این تابع متناسب با خود تابع است. با حل این معادله دیفرانسیل به اون تابع خاص میرسیم. بنابراین تابع ویژه اپراتور دیفرانسیل یک تابع نماییه، به این مفهوم که مشتق تابع نمایی یک تابع نمایی با همون فرمه، فقط اندازه و مقیاس اون متفاوته. این مقیاس همون مقدار ویژه است. معادله دیفرانسیل اشترامیوبی هم مثل همین مسئله یک مسئله مقدار ویژه است. این معادلات دارای مقادیر ویژه حقیقی و متمایزی هستند و تعداد اونها نامحدوده، به طوری که تشکیل یک دنباله نامتناهی رو به رشد و یا صعودی رو میدن. از همینجا میشه نتیجه گرفت که تعداد مقادیر ویژه منفی محدوده، در حالی که تعداد مقادیر ویژه مثبت نامحدوده و همینطور که گفتیم به ازای هر یک از این مقادیر ویژه فقط و فقط یک حل ویژه و یا یک تابع ویژه که مخالف صفره واسه معادله دیفرانسیل وجود داره. بنابراین یکی از خواص معادلات دیفرانسیل اشترامیوبی اینه که دارای بی‌نهایت جواب و یا تابع ویژه به ازای هر مقدار ویژه است. علاوه بر اون اگه حل معادله دیفرانسیل به ازای لامدا صفر تابع ویژه وای صفر و به ازای لامدا یک تابع ویژه وای یک و همینطور به ازای لامدا n تابع ویژه وای n باشه، میشه به راحتی نشون داد که تابع ویژه وای صفر محور افقی رو در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کنه، در حالی که تابع ویژه وای یک محور افقی رو در یک نقطه، تابع ویژه وای دو این محور رو در دو نقطه و همینطور تابع ویژه وای n محور افقی رو دقیقاً در n نقطه قطع می‌کنه و از اونجایی که توابع ویژه پیوسته‌اند پس از گذار از هر نقطه تقاطع تغییر علامت میدن. در نتیجه توابع ویژه ماهیتی نوسانی دارند. این خاصیت نوسانی بودن یکی از مشخصات توابعیه که از نوع توابع اشترامیوبی است. پس تا اینجا به دو خاصیت مسائل اشترامیوبی پی بردیم. یکی این که یک مسئله مقدار ویژه با بی‌نهایت تابع ویژه است. دوم این که توابع ویژه خاصیت نوسانی دارند. البته این تنها خواص اونها نیست،
بلکه مهمترین خاصیت اونا متعامد بودنشون که در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد. در حل معادل دیفرانسیل جزئی توزیع درجه حرارت با روش جداسازی متغیرها به معادل دیفرانسیل رسیدیم که دارای شرایط مرزی دو سمت عایق بین 0 و پیه که البته در ادامه به این مطلب برمیگردیم. اگه این معادل دیفرانسیل رو به فرم استاندارد معادل دیفرانسیل شتورم-لیوویل بنویسیم، با مقایسه اون با فرم عمومی معادلات دیفرانسیل شتورم-لیوویل توابع R، P و W قابل دسترسن و از اونجایی که شرایط مرزی هم مجزا هستن، یعنی از نوع شرایط مرزی شتورم هستن، با یک مسئله شتورم-لیوویل و متعاقباً با یک مسئله مقدار ویژه سرکار داریم که مقادیر ویژه تشکیل یک دنباله افزاینده رو میدن. حل عمومی این معادله دیفرانسیل جدا از اینکه مقادیر ویژه لامدا مثبت باشن و یا منفی، ترکیبی خطی از توابع هارمونیکه که در اون ثابت‌های معادله دیفرانسیل با توجه به شرایط مرزی تعیین میشن. شرط مرزی اول گویای این مطلبه که حل عمومی بایستی تابعی زوج باشه که با توجه به این خاصیت ضریب تابع سینوس باید 0 باشه تا جواب معادله دیفرانسیل به فرم یک تابع زوج در بیاد. با مشتق گیری از این تابع و با استفاده از شرط مرزی دوم و با به کارگیری و قرار دادن اون در مشتق تابع، از اونجایی که ضریب B نمیتونه 0 باشه، چرا که برخلاف فرض مسئله به حل 0 منجر میشه، تنها نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه یا لامدا 0 باشه و یا عبارت سینوسی 0 باشه. در اینجا اگه لامدا منفی باشه، در این صورت با توجه به رابطه بین توابع مثلثاتی و توابع حضوری به معادله‌ای میرسیم که هیچ ریشه‌ای نداره. بنابراین تنها مقادیری که لامدا میتونه اتخاذ کنه مقادیر مثبته که با حل این معادله مثلثاتی در این صورت تمامی مقادیر ویژه مثبت که معادل دیفرانسیل همراه با شرایط مرزی فقط به ازای اون مقادیر دارای جواب غیر صفره به دست میاد. با تعیین مقادیر ویژه توابع ویژه متناظر با هر مقدار ویژه تعیین میشه. بنابراین این معادله دیفرانسیل با شرایط مرزی داده شده فقط به ازای مقادیر لامدا برابر با 0، 1، 4، 9 و یا مجذور اعداد صحیح دارای جوابه. به عنوان مثال این معادله دیفرانسیل به ازای لامدا برابر با 0 دارای حل یو برابر با 1 که نمودار اون همینطور گفتیم محور افقی رو در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کنه. به ازای n برابر با 1 دارای حل u برابر با کوسینوس u که محور افقی رو در یک نقطه و به ازای n برابر با 2 دارای حلیه که محور افقی رو در دو نقطه و همینطور به ازای مقادیر ویژه بالاتر توابع ویژه محور افقی رو در تعداد نقاط بیشتری قطع می‌کنیم. بنابراین همینطور گفتیم توابع ویژه ماهیتی نوسانی دارند، به این صورت که تابع ویژه کوسینوس NU محور افقی رو دقیقاً در n نقطه قطع می‌کنه. البته این خاصیت نوسانی بودن مختص توابع مثلثاتی نیست، بلکه توابع دیگه هم که از نوع شتورم-لیوویل دارای چنین خاصیتی هستند. به عنوان مثال میشه از معادله دیفرانسیل گراتس در انتقال حرارت از یک سیال نیوتنی جاری در یک لوله که جریان سیال در اون لایه نام بود که در اون تتا دمای بیبعد سیال که تابعی از متغیر بیبعد شعاعی یعنی x و متغیر بیبعد محوری یعنی صفر. حل این معادله دیفرانسیل با استفاده از روش جداسازی متغیرها منجر به تشکیل معادله دیفرانسیل گراتس با شرایط مرزی مجزا میشه که با مقایسه اون با شکل عمومی معادله دیفرانسیل شتورم-لیوویل به این نتیجه میرسیم با یک مسئله شتورم-لیوویل و متعاقباً با یک مسئله مقدار ویژه سرکار داریم. تعداد این مقادیر ویژه نامحدوده. بنابراین معادله دیفرانسیل گراتس فقط به ازای این مقادیر از پارامتر لامدا دارای جوابه و به ازای مقادیری غیر از این مقادیر تنها جواب معادله دیفرانسیل صفره که مفهوم فیزیکی نداره.
به ازای هر یک از این مقادیر ویژه یک حل ویژه هم برای معادله دیفرانسیل وجود داره که تمامی این توابع خاصیتی نوسانی دارند. با مقایسه معادله دیفرانسیل گرات با معادله دیفرانسیل اشتومیوویل تابع وزن مشخص میشه. البته در ادامه خواهیم گفت که این تابع به متعامد بودن توابع گرات که از نوع اشتومیوویل اشاره داره. بنابراین توابع اشتومیوویل علاوه بر خاصیتی نوسانی داشتن توابعی متعامد هم هستند که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. اگه وای ام جوابی از معادله دیفرانسیل اشتومیوویل به ازای مقدار ویژه لاندای n و وای n جوابی از معادله به ازای لاندای n باشه، در این صورت با ضرب معادله اول در وای n و معادله دوم در وای m و با کم کردن این دو معادله از هم، از اونجایی که مقادیر ویژه یعنی لاندای n و لاندای n متمایزن، میشه این رابطه رو با کمی عملیات جبری به فرم جدیدی مرتب کرد. در این مرحله با انتگرال گیری از این رابطه میخوام نشون بدیم که نتیجه انتگرال گیری به صفر شدن سمت راست این رابطه منجر میشه. واسه این کار با در نظر گرفتن سمت راست این معادله انتگرال اول رو میشه با کمک انتگرال گیری به روش جز به جز و همینطور انتگرال دوم رو با همین روش به فرم ساده تری تبدیل کرد. این رابطه پس از ساده سازی و با کمی عملیات جبری و مرتب کردن اون به فرم جدیدی در میاد. با قرار دادن حدود انتگرال در این مرحله میشه نشون داد که عبارت داخل پرانتز در نهایت صفر میشه، چرا که اگه مشتقات توابع رو با استفاده از شرایط مرزی بر حسب خود تابع در همون نقاط بنویسیم، با مرتب کردن عبارت داخل پرانتز در نهایت این عبارت صفر میشه. در نتیجه سمت راست عبارت انتگرال اولیه صفره. بنابراین شرایط مرزی مجزا و یا اشترم دلیلی بر صفر شدن این انتگراله و در نتیجه به رابطه‌ای میرسیم که در واقع تعریف توابع متعامده. به بیان دیگه این رابطه یادآوری میکنه که بر طبق تعریف حاصل ضرب اسکالر در یک فضای اولیدوسی توابع ویژه اشتومیوویل همگی نسبت به تابع وزن دابل وی متعامدند و این مهمترین خاصیت توابع اشتومیوویله. بنابراین با توجه به خاصیت تعامد توابع ویژه، از اونجایی که تمامی این توابع استقلال خطی دارن، میشه از اونا به عنوان یک مبنای مستقل در یک فضای برداری اولیوسی که مجهز به تعریفی از حاصل به اسکالره استفاده کرد. یعنی درست همینطور که در یک فضای انبودی میشه مختصات هر برداری رو با n مؤلفه نشون داد و به صورت ترکیبی خطی از n مبنای مستقل متعامد نوشت، به همین روش هم میشه هر تابع پیوسته‌ای رو در اون دامنه تعریف مورد مطالعه با بی نهایت مؤلفه مستقل نشون داد و به صورت ترکیبی خطی از بی نهایت توابع متعامد اشتومیوویل، یعنی توابعی در معادلات دیفرانسیل اشتومیوویل با شرایط مرزی اشتوم صرف میکنن بیان کرد و بحث داد. این ضرایب در بسط تابع با توجه به خاصیت متعامد بودن توابع ویژه تعیین میشن. با ضرب طرفین این رابطه در دابل وی ضرب در وای ام و انتگرال گیری از اون میشه ضرایب مجهول رو از این رابطه تعیین کرد. تمامی انتگرال های سمت راست این رابطه با توجه به خاصیت تعامد توابع ویژه نسبت به تابع وزن دابل وی به ازای تمامی مقادیر m مخالف n صفرن و فقط به ازای m برابر با n مخالف صفرن و در نتیجه رابطه انتگرالی به فرم ساده‌ای تبدیل میشه و از اونجا میشه به ثوابت حقیقی Cn رسید. اگه بخوایم تئوری اشتومیوویل و توابع متعامد رو به صورت خلاصه بیان کنیم، در واقع معادلات دیفرانسیل اشتومیوویل با شرایط مرزی همدیگه مجزا نتیجه حل معادلات دیفرانسیل جزئی با روش جداسازی متغیرها هاست که همیشه منجر به تشکیل معادلات دیفرانسیلی میشن که مسائل اشتومیوویل معروفن. یک مسئله اشتومیوویل با شرایط مرزی مجزا یک مسئله مقدار ویژه هم هست. یعنی اینکه معادلات دیفرانسیل اشتومیوویل با شرایط مرزی همگن مجزا فقط به ازای مقادیر خاصی از پارامتر لامدا دارای جواب غیر صفرند. تعداد این مقادیر ویژه که تشکیل یک دنباله نامتناهی افزاینده رو میدن نامحدوده و به ازای هر مقدار ویژه یک تابع ویژه هم وجود داره. بنابراین از اونجایی که تعداد مقادیر ویژه نامحدوده،
تعداد توابع ویژه مختص هر کدوم از ما هم نامحدوده که هم این توابع هم در معادله دیفرانسیل اشتراک صرف میکنن و هم شرایط مرزی رو قانع میکنن. این توابع که مستقل به خطی هستند و خصلتی نوسانی دارند، دو به دو نسبت به یک تابع وزن متعامدند. بنابراین میشه از اینا به عنوان یک مبنای مستقل در یک تداعی برداری اردوسی با تعریفی از یک حاصل در اسکالر با بی نهایت مختصه استفاده کرد. به این مفهوم که میشه هر تابع پیوسته‌ای رو در یک بازه مشخص به صورت ترکیبی خطی از بی نهایت توابع متعامد اشتراک بسط داد. از اونجایی که هر مسئله اشتراک توابع ویژه مختص خودش رو داره، بنابراین هر تابعی رو میشه به اشکال گوناگون با توابع ویژه متفاوت بسط داد، مثل توابع مثلثاتی سینوس، کوسینوس، توابع بسل، توابع گراف، توابع ژاکوبی و یا کلا هر تابعی که این مسئله اشتراک باشه. یعنی در این معادله دیفرانسیل اشتراک با شرایط مرزی همگن مجزا صفر کنید. با بازگشت به مسئله اصلی و حل اون با روش جداسازی متغیرها، حل معادله دیفرانسیل به صورت حاصل ضرب دو تابع مستقل در نظر گرفته شد که با قرار دادن این حل در معادله دیفرانسیل جزئی به دو معادله دیفرانسیل معمولی مجزا رسیدیم. معادله اولو همینطور که در حل اون گفتیم یک مسئله اشتراک که شرایط مرزی اون با توجه به شرایط مرزی معادله دیفرانسیل جزئی اصلی که به صورت حاصل ضرب دو تابع در نظر گرفته شد قابل تعیین، که به حل اون در بحث خاصیت نوسانی بودن توابع اشتراک پرداختیم و گفتیم که دارای تابع وزن واحده که معادل ویژه در اون مربع اعداد صحیحه. با مشخص شدن مقادیر ویژه به سراغ معادله دیفرانسیل دوم میریم. این معادله دیفرانسیل دارای شرایط مرزیه که با توجه به شرط مرزی در معادله دیفرانسیل جزئی اصلی به دست اومده. این معادله دیفرانسیل به ازای لامدا برابر با صفر دارای حلیه که به راحتی با استفاده از شرط مرزی اون به دست میاد. برای مقادیر مثبت لامدا، حل عمومی این معادله دیفرانسیل ترکیبی خطی از توابع سینوس هایپربول و کوسینوس هایپربول که با استفاده از شرط مرزی شکل ساده تری پیدا میکنه و در نتیجه به ازای هر مقدار ویژه یک حل برای تابع وی و از اونجا یک حلی هم برای معادله دیفرانسیل جزئی اصلی به دست میاد. از اونجایی که هر کدوم از این توابع حلی از معادله دیفرانسیل هستند و در شرایط مرزی به جز شرط مرزی آخر صدق میکنن، بنابراین ترکیبی خطی از اونها هم بایستی حلی از معادله دیفرانسیل جزئی اصلی باشه. در این مرحله برای برقرار بودن شرط مرزی آخر و با قرار دادن این شرط در حل معادله دیفرانسیل جزئی، ثوابت حقیقی در این بحث با استفاده از تئوری اشتراک و توابع متعامد تعیین میشه. در واقع آخرین شرط مرزی که البته ناهمگنه برای تعیین ضرایب مجهول در بسط تابع در نظر گرفته میشه. این ضرایب بستگی به مقادیر ویژه دارند. به ازای لامدا برابر با صفر با قرار دادن n برابر با صفر در رابطه انتگرالی با کمی عملیات جبری و ساده سازی های لازم، بالاخره اولین ثابت انتگرال یعنی a0 در نهایت پیدا میشه. برای مقادیر مثبت لامدا از اونجایی که انتگرال صورت کسر صفره، در نتیجه محاسبه انتگرال به نتیجه صفر منجر میشه که معنی اون اینه که تمامی این ضرایب برای مقادیر مثبت لامدا بایستی صفر باشن و از اونجا در نهایت حل معادله دیفرانسیل جزئی به صورت بسیار ساده و البته قابل انتظاری به دست میاد. این جواب معادله دیفرانسیل به هیچ وجه غیر منتظره نبود، چرا که اگه به محدوده تغییرات دمای لایه خاک در مختصات دو قطبی کمی دقت کنید، از اونجایی که تو سمت این محدوده مستطیلی عایقه و سطوح بالایی و همینطور پایینی مستطیل دارای دماهای ثابتی هم، بنابراین توزیع درجه حرارت نسبت به محور مرکزی عمودی مستطیل متقارنه و انتقال حرارت در جهت یو صورت نمیگیره و سطوح دما ثابت و یا همون ایزوترم ها خطوطی به موازات محور افقی و خطوط جریان حرارت هم عمود بر ایزوترم ها موازی با محور عمودی هم. در این لحظه
شاید بهتر مفهوم مختصات دو قطبی رو درک کنیم، چرا که اگه به مختصات اصلی دکارتی برگردیم، سطوح دماثابت و یا همون ایزوترم ها در این مختصات که دوایر غیر هم مرکزی در واقع همون منحنی های وی ثابت و خطوط جریان حرارت هم منحنی های یو ثابتن که ایزوترم ها رو در نقاط تلاقی با زاویه 90 درجه قطع میکنه. بنابراین در محاسبه میزان شدت انتقال حرارت فرقی نمیکنه که شدت انتقال حرارت از سطح لوله به لایه خاک محاسبه بشه و یا از سطح هر کدوم از ایزوترم ها، چرا که بر طبق قانون پیوستگی شدت انتقال حرارت از تمامی سطوح ایزوترم یکسان بود، از جمله از سطح زمین که یکی از همین ایزوترم هاست که دایره‌ای با شعاع بینایته. بنابراین با تغییر متغیرهای دو قطبی یو و وی موفق شدیم یک مسئله انتقال حرارت رو با ظاهری پیچیده از یک فضای دو بعدی به یک فضای یک بعدی محدود منتقل کنیم که در این فضا گرما فقط در یک جهت منتقل میشه و در نتیجه انتقال حرارت از سطحی با دمایی بیشتر در واقع سطح خارجی لوله در مختصات دکارتیه به سطحی با دمایی کمتر که همون سطح زمینه به سادگی با قانون هدایت حرارتی کلیه قابل محاسبه است. با مشخص شدن میزان گرمای تلف شده از لوله گرمایی زیر خاک، محاسبه ضخامت عایق مورد نیاز برای سیستم جدید گرمایی که در فضای باز قرار میگیره کار چندان مشکلی نیست، چرا که حرارت تلف شده از این لوله همینطور که در ابتدای این ویدیو گفتیم و دور اشاره کردیم بستگی به ضخامت عایق داره. با مقایسه حرارت تلف شده از لوله قدیمی زیر خاک با سیستم جدید مجهز به عایق در فضای باز قرار داره، ضخامت عایق مورد نیاز قابل محاسبه و قابل دسترس خواهد. البته روش تغییر متغیرهای دو قطبی که در اینجا برای حل معادله دیفرانسیل جزئی در نظر گرفته شد تنها راه حل تحلیلی مسئله نیست، بلکه روش‌های تحلیلی دیگه هم برای حل معادله دیفرانسیل وجود داره، از جمله روش انتقال مشابه متغیرها، چرا که میشه مختصات مختلفی رو در سیستم دکارتی در لایه خاک پیدا کرد که واسه تمامی اونا درجه حرارت یکسان باشه و از اونجایی که این خواص در تمامی ایزوترم ها مشابه همدیگه‌اند، بنابراین میشه با یک انتقال مشابه از متغیرهای x و y در سیستم دکارتی به یک متغیر ساده درجه حرارت رو فقط به صورت تابعی از اون متغیر بیان کرد. به عبارت دیگه میشه با یک تبدیل مشابه معادله دیفرانسیل جزئی رو به یک معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم کاهش داد و اونو ساده‌تر کرد. البته روش بسیار ساده‌تر دیگه هم که به روش چشمه و چاه گرمایی معروفه واسه حل این مسئله وجود داره که اصلا احتیاجی به حل معادله دیفرانسیل نداره. در این روش لوله به عنوان یک منبع حرارتی خطی با همون شدت انتقال حرارت در عمقی که کمتر از عمق داخل است در نظر گرفته میشه. اگه لایه خاک اطراف منبع در هر جهتی تا بی‌نهایت گسترش یافته بود تا یک محیط یک دست و یک نواختی در اطراف منبع خطی ایجاد میکرد، ایزوترم های ناشی از این منبع حرارتی دوایر هم مرکزی با مرکزیت منبع خطی میمونن، ولی با این فرض شرط مرزی در سطح خاک نمیتونه برقرار بمونه. به منظور تحقق شرط مرزی در سطح زمین بایستی از یک سینک فرضی که متقارن با منبع گرمایی استفاده کرد. ترکیب منبع و سینک گرمایی با شعاع حرارتی یکسان میتونه دمای سطح زمین رو ثابت نگه داره، یعنی به همون اندازه که منبع حرارتی گرما تولید میکنه، سینک حرارتی هم به همون اندازه این گرما رو جذب میکنه. در این صورت دمای هر نقطه‌ای در لایه خاک مجموع درجه حرارت ناشی از فقط منبع تولید گرما به تنهایی و درجه حرارت ناشی از فقط سینک جذب گرما خواهد بود. با این روش توزیع درجه حرارت در لایه خاک اطراف لوله به دست میاد که با استفاده از شرایط در سطح زمین و همینطور در سطح لوله پارامترهای مجموع و همینطور شدت انتقال حرارت قابل محاسبه خواهد بود. بنابراین واسه حل این مسئله روش‌های مختلفی وجود داره که میشه حرارت تلف شده رو محاسبه کرد.
این مسئله یک نمونه بارز از بکارگیری یک مدل ریاضی برای یک طرح کاربردیه که علاوه بر ابزارهای ریاضی احتیاج به درک عمیقی از مفاهیم انتقال حرارت هم داره. با امید به اینکه این مجموعه ویدئویی نگاه شما عزیزان رو به ریاضیات کاربردی با استفاده از ابزارهای ریاضی و مفاهیم بنیادی در مهندسی شیمی به کلی دگرگون کرده باشه. آزاد و سربلند بدون.